حکایت هوسی که مورچه را به دردسر انداخت. قطره عسلی بر زمین افتاد. مورچه کوچکی آمد و از آن چشید. خواست که برود، اما مزه عسل برایش شگفت‌انگیز بود. پس برگشت و قسمت دیگر از آن را نوشید. باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد. پس برآن شد تا خود را در عسل بیندازد تا هرچه بیشتر و بیشتر لذت ببرد. مورچه در عسل غوطه‌ور شد و لذت می برد، اما افسوس که نتوانست از آن خارج شود. پاهایش خشک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت نداشت. در این حالت ماند تا اینکه نهایتاً مرد. بنجامین فرانکلین میگوید دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ. پس آن که به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات یافت و آن که در شیرینی آن غرق شد هلاک می‌شود.